سلام، دوباره آخر هفته شد و ما تصمیم گرفتیم بریم یه جای خیلی خیلی خوشگل. مقصد امروزمون سیبان دره است که اطراف کرجه و مسیرش از کردان عبور میکنه و از اپلیکیشن های مسیریاب به راحتی میتونیم پیداش بکنید. اینجا یه مقصد عالی برای تابستونه به خاطر اینکه مسیرش کلا از آب عبور میکنه و هوای خیلی خیلی خوبی داره و اصلا گرم نیست. از اینجایی که تابلو زده به سمت سیبان دره تقریبا 40-45 دقیقه راهه، پس مسیرتون مستقیم همجور ادامه بدین و فکر نکنین که دارین اشتباه میرید. اینجا هم قبل از اینکه به روستا برسین یه جایی رو به عنوان پارکینگ درست کردن که بتونید ماشینا رو پارک بکنید و به سمت روستا حرکت بکنید. البته پیشنهاد من اینه که اصلا روزای تعطیل و جمعه ها نرید، به خاطر اینکه خیلی خیلی شلوغ میشه و اذیت خواهید شد. اگر میخوایم بریم پنجشنبه یا وسط هفته بهترین انتخابه. و مسیر اینجا مسیر خیلی خیلی ساده‌ایه که همه افراد میتونن بیان و هیچ سختی نداره، ولی اگر اول صبح دارین برین بهتره و اینکه اول صبح حواستون باشه که سر صدا نکنین که مزاحم روستایی‌ها نشین. مسیر پیاده رویش هم خیلی خیلی راحته، همجور مسیر مستقیم هم میرین، از روستایی هم بپرسین بهتون نشون میدم. ولی اینجا رو من فیلم گرفتم که بدون از اینجا باید بریم پایین، یک دیواریه که کاملا مشخصه، یعنی باید برین رودخونه رو ادامه بدین. مسیر اینجا کلا میگم از رودخونه است، ولی همگروهی ما چون اصرار داشتن که از همون اول پاشون خیس نشه، ما یه تیکه رو سمت بالا رفتیم. همونطور که در مشاهده میکنیم دارم میرم بالا، ولی مسیر مستقیمه و رودخونه رو بگیریم خیلی خیلی بهتره و خیلی هم بیشتر کیف میده. البته که تقریبا بعد 20 دقیقه پیاده روی کردن دوباره هم مجبور شدن برن تو آب، ولی اینجا کوهنوردی اضافه کردیم فقط. این سنگار هم نمیدونم چرا یا تراش دادن یا طبیعی اینجوری بود، ولی خب به نظرم خیلی جالب بود شکلش. یه نکته دیگه هم که راجع به اینجا باید بگم اینه که حتما کفش مناسب آب بیارین که میتونه هزینه باشه که سوراخه یا با کتونی معمولی یا کفش کوه سبک. به هیچ عنوان با کفش کوهنوردی سنگین اینجا نیاین، چون آب میره تو پاتون و خیلی خیلی اذیت میشین. با دمپایی هم اصلا نیاین، چون بعضی از سنگاش تیزه و ممکنه به پاتون آسیب بزنه. پس اون کفشایی که مناسب آب بهترین گزینه است، ولی اگر نتونین و ندارین با کفش کوهنوردی عادی هم میتونید. اینجا هم که من معلومه که چقدر داره بهم خوش میگذره. اصلا این آبش انقدر خنک بود و هوای اونجا انقدر متعادل بود، اصلا نه گرم بود نه سرد و منظره خیلی خیلی خوشگل. من که عاشق این یه تیکه شدم. فکر کنین که دارین تو آب راه میرین، صدای آب هست، پرنده ها دارن میخونن، یه همچین منظره جلوتونه و اصلا آدم دیگه چی میخواد از این زندگی. اینجا هم یکی از این باغدارا یه آتیش روشن کرده بود و برای خودش چای گذاشته بود و دود خیلی خیلی خوشگل تو فضا بود. دوباره منو میبینیم که اصلا از شدت ذوق نمیدونم باید چیکار بکنم. اینجا هم مثل عنکبوت بودن که تو آب بودن، خیلی از من جالب بود، برای همین براتون فیلم گرفتم. و دوباره به مسیرمون ادامه میدیم. همونطور که میبینین کل مسیر از رودخونه است و رودخونه‌اش هم اصلا عمقی نداره، میتونین کلشو برید. اینجا هم یه حالت حوض چطور درست کردن که مردم میرن بالای اون سنگا و میپرن داخل آب. من میخواستم این کارو بکنم، ولی همگروهم گفتن که سرما میخوری، مریض میشی و جلومو گرفتن. ولی مسیرش رو نگاه کنید، آخه این سنگایی که حالت مثلا تراشیده شده، حالت سرسره، خیلی به نظر من خوشگله. اینجا هم رسیدیم به یه آبشاری که داره، آبشارش هم خیلی خوشگله، ولی پیشنهاد من اینه که اصلا زیر آب آبشار نرید، نه اینجا نه هر جایی، به خاطر اینکه امکان هستش که با آب آبشار که با فشار داره میاد سنگ پرت کنه رو سرتون و زخمی بشین و اینکه انقدر فشار آب زیاده که سوراخ خواهد کرد همه رو. پس اصلا پیشنهاد من نیستش که هر جایی که میرین زیر آب آبشار بریم. به نظر من کار خیلی اشتباهی. اینجا هم گروهی ما تصمیم گرفتم برم، ولی واقعا میبینید که شدتش چقدر زیاده و
اصلا این کار نکنید. از مسیر آبشار که برید بالا به همچین جایی میخورید که این مسیر خیلی صاف داره، میتونید بشینید کنار این درخت‌ها و صبحونه بخورین، هواش هم خیلی خوبه. دوباره بساط صبحونه داره چیده میشه، منم وایسیدم که از هر کی ناخونک میزنم. کوکو سبزی و این املت و گروه بغلی برامون آوردن، انقدرم خوشمزه بود. اینجا هم که میبینین فلافل و همه چی همینجور تو دستم گرفتم. اینجا هم یه خامه محلی خیلی خوشمزه که از همگوریم آورده بود. اینجا هم یکی از همگوریم داره میخونه، برای هم من سکوت میکنم. خب وقت برگشت شد. من اصلا دلم نمیخواد برگردم، انقدر که به من خوش گذشته بود و مسیر برگشت کلا اون جاهایی که میشد از کنار رودخونه بری و این مسیر خشک داشتم که دیگه کلا توی آب من داشتم راه میرفتم، انقدر که فقط میخواستم اینو برای خودم ذخیره کنم چون معلوم نیستش که مثلا دوباره کی بتونم بیام اینجا. اینجا هم رسیدیم به آب‌انارای معروف یکی از همگروهیمون که نگم چقدر خوشمزه از خودشون تو خونه درست میکنن و اصلا تلخ نیست و انقدر شیرینه و به جون آدم میچسبه که اصلا هیچ حرفی برای گفتم باقی نمیمونه. اینجا هم که دوباره میبینین یه آذوقه بین راه داریم و این آلوالویی هم که میبینین برای آخر مسیر ما منتظر بودیم بقیه بیان. این اسم این کوچه هم خیلی به نظر من جالب بود. کل این مسیر که میبینین ببینین صبح هیچ ماشین نبوده، الان اینجور شلوغ شده و خدا نگهدار تا یه ولاگ دیگه. امیدوارم که به سیبان دره بیان و لذت ببرین.